آیه بعدی چیه؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا. برای یک زندگی خوب باید هم فکر و هم دل باشیم، باید دور هم جمع باشیم. تنهایی نمیشه زندگی خوب داشت. کلام رب العالمین، کسی نمیتونه به تنهایی خوب باشه. میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا. اگه میخوای زندگی خوبی داشته باشید باید با همدیگه مهربان باشید، تعاون داشته باشید، همدیگه رو بو بکنید، به همدیگه احترام قائل باشید. عواملی که شما رو از هم جدا میکنه بریزید دور. واعتصموا، چنگ بزنید. حبل الله همینه، حبل الله اینه، ریسمان خداوندی همینه، دین اسلامه. پس به فکر جدا شدن از امت اسلامی نباش. هر چند قوی باشی ضربه میخوری، چون پیامبر گفته الواحد شیطان، یک نفر یک شیطانه، حتی اگه با تقوا ترین هم باشه. نمیتونه. آدم نیاز به دوست مؤمن تر از خودش داره، خصوصا تو این دور زمانی که فتنه و فساد پیشرفته شده، حرفه‌ای شده و سرعت فساد و انتقال فساد و انحراف از سرعت صوت هم بیشتر شده. دوست خوب لازمه. واعتصموا بحبل الله. چین عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہی هموطن ہے، سارا جهان ہمارا. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو هم یا تو منی. چنین فضایی رو ایجاد بکنیم که تو اون فضا من تو باشم و تو من باشم. تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ید الله مع الجماعه. نصرت خدا همراه جماعته. بیاید جماعت مؤمن ایجاد بکنیم. از چی ایجاد میشه؟ از جوانای خوب، از جوانان مؤمن. جماعت پایدار در آینده تشکیل خواهد شد. پدرها هم به عنوان بزرگترها اونها رو تشویق بکنن، در جمعشون شرکت بکنن، محبتشون بکنن، اکرامشون بکنن. روز به روز اگر 10 تا جوان راهنمایی بکنیم، هر کدومون یک جوان راهنمایی بکنیم، با خودمون بیاریم تو این جمع ها، محبتشون بکنیم. هرچی ما بیشتر محبت بکنیم، نوازش و محبت شیطان و ابلیس کمتر خواهد شد. از فراغی که ما محبت نکردیم، شیطان آمده نوازش کرده، محبت کرده، در نتیجه اونها رو شکار کرده.